درود بیکران. پرهام فیجن هستم. فیجنش والا من به چت جی پی تی گفتم چند تا اسم باحال بهم بگو، مثلا بزنم ته اصلا پرهام چی میشه. زیاد حال نکردم. پرهام آلفا، پرهام سیگما، پرهام وی. حالا خودم گفتم چون کارشناسی فیزیک بوده من نسیتم برای ژنتیک و اینا، گفتم فیجن بگم جالب. و آره پرهامم تو یکی از ببخشید توی یکی از این کرات خاکی اوکی شد. برای جلوگیری کمالگرایی من اینو قطع نمی کنم، ببخشید، و هیچ تدوینگری هم ندارم، خیلی ساده. آره خب داشتم میگفتم توی یکی از نقاط این کره خاکی زندگی میکنم، اینش مهم نیست. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت کافی و لازم را ببرین. خب بحث من در مورد کمالگراییه. من خیلی مشکل داشتم با این موضوع، فلذا توی کتب و بسیاری از مقالات میبینیم که در مورد کمالگرایی کلی گفته میشه، صحبت میشه. اینا رو ولش کن. وای اصلا آدم میخواد تو جلوی دوربین صحبت بکنه چیزه جلوی دوربین انگار یه استرسی بر فضا غالب میشه. خب کمالگرایی من ساده بگم مجموعه از بایدها دیگه، اینو نمیخواد بقیش ببینی، قطع کن برم. خب اگه دیدی ادامهش رو بهت بگم. این بایدها مثلا مثال بزنم، توی کلیشه ما همیشه هستش دیگه، باید درس بخونی، باید نمره خوب بیاری، باید فلان، که منم از این چیز اسمش چیه مستثنا نبودم از این. حالا بعد مثلا میگن که خانواده میگه خب چند شدی؟ مثلا تو میگی 19. کی 19 و نیم شد؟ چند نفر؟ کی 20 شد؟ چند نفر 20 شدن؟ بعد 2 تا 4 تا تو بهتر بود 20 بشی فلان. مثلا جگه بگن تو چیزی فهمیدی نفهمیدی. ایناست که بده و الان میخوایم این که چقدر میتونه بد باشه. حالا من چی شد که فهمیدم متأسفانه این کمالگرایی دارم؟ تا چند وقت پیش میگفتم که من کمالگرام فلان، الان واقعا فهمیدم آشغالی بیش نیست. بیشتر نمیتونم بگم چون یوتیوب حساسه. و اینجوری بودش که من تا 5 دبستان شاگرد اول بودم، دروغ نگم تا 4م چون فیلماش هست. 5م دیگه خیلی سیر نزولی رفت تا 4 دبیرستان، ولی بدون تجدیدی. بدترین معدلم 17 و 80 90 بود فکر کنم. اونم دیگه آخرش پیش دانشگاهی بود یا 18 و خورده نمیدونم، اینقدر نخوندن دیگه یادم نیست اصلا چند بود عمر. حالا این اومد پایین و اینا، من نمیخوندم. بعد رفتم دانشگاه، کنکور نخوندم. دانشگاهم یعنی یکی 2 هفته من بهم گفت این کتابای زرد قلمچو بگی که کنکور قبل اینا رو نباید میگفتم، ننوشتم، اون چطور میگم. گفت اینا رو بخون. اون 7-10 روز آخر تستاشو میزدم، به خصوص شیمی اصلا هیچی بارم نبود کامل. البته بدترین درسی که اصلا چی یادم نیست عربیه، ولی حالا با اونم میپردازم. شیمی بود، شیمی رو نخوندم، فقط تو همون تستا اینا دیدم تو تستا 18-19% میزنم، دقیقا تو کنکور 18 خورده زدم، از این راضیم. فیزیک هم خوب بود، 37% زدم، فیزیکش آسون بود مثلا. ریاضی نمیدونم، دروغ نگم میخوام بگم خب بالا میام که آبروم نره. آره ریاضی 18% زدم. نمیدونم اون کم بود. ولی جالبیش اینجاست که زیباترین تستی که زدم عربی بود. 4 تا تست زدم، 3 تا غلط، یه دونه درست، دقیقا 0%. آخه تو که بلد نیستی چرا میری تست میزنی؟ اینو ولش کن. آقا ما رفتیم دانشگاه شیراز فیزیکس. بعد آره رفتم اونجا و بعد اونجا هم نمیخوندم. بعد میگفتم آقا خجالت بکش، با 19 سال 20 سال سن هنوز اینو بچه دبیرستانی که بلد نیستم بخونم. الان که با مشکلم صحبت میکنم مشکلم تو همین خوندنه دقیقا با 26 سال سن. بعد یه استاد داشتم، یه درس عمومی بود، نمیدونم زندگی دانشجویی اینا بود، مخلصه نمیدونم اسمشو نمیتونم بگم. آره شاید نباید گفت، نمیدونم. حالا
راهنماییم کردن و تا صحبت کردن گفت چرا تو باید ها میگه، مثلا باید بخونیم باید فلان. اونجا گفت تو کمالگرایی داری. من اونجا اولین بار بود که فهمیدم این کمالگراییه و چقدر خطرناک، که سر زر نیارم دیگه. فهمیدم کمالگراییه، ولی بعد از 3-4 جلسه دیگه گفتش اوکی برو. بعد رفتم دیدم نه اوکی نیست. بعد کرونا اومد. کرونا دیگه فضای خوابگاه دور میشی، همه بچه‌ها سر و کله میزدیم فلان، رفیقا اینا دور شدیم رفتیم تو خونه، فضا بسته، همه اپیدمی کرونا بود، همه تو خونه بودن و اینا. بعد به که رفیقای دانشجو گفتم که تو دکتر میشناسی خوب، مشاور گاره میشناسی؟ بهم گفت و رفتم و گفتم آره. بهم گفتن کمالگرایی داری با اضطراب و افسردگی خدا رو شکر از دبیرستان دیگه شروع شده بود، هی میگرفتم ول میکردم، یعنی کرونا بود میگرفت ول میکردم. رفتم مشاوره و اونجا هم فهمیدم مثلا افسردگی و اضطراب دارم، همین برآگاهیم اضافه شد. تأثیری نداشته، کنسل کردیم و به کتابخوانی رو آوردم. دوست عزیز شما که تا اینجا نگاه کردی، همون یه نفری که داری این ویدیو رو میبینی، به کتابخوانی رو آوردم. بعد شانسی نمیدونم دقیقا چی تو ذهنم بود یا اونجا چی گذشت، یه کتاب پیدا کردم به نام خرد عادت‌ها از استفان گایز. داره ضبط میشه؟ گویا داره ضبط میشه. من زیاد امکانات ندارم اونو میگم چرا، چون از که پول ندارم دلیل دیگه هم دارم. استفان گایز رو شروع کردم خوندن، دیدم این بشر چقدر شبیه منه، اصلا خود منه. فعلا فقط من مو دارم اون نداره. اینجوری بودش که هی چند سال میخواست کاری انجام بده، مثل ورزش کردن، هی نمیتونست، هی ذهنش مقابله میکرد فلان یا کنسل میکرد و اینا. گفت آقا یهو حالا چیزی که تو ذهنمه، شاید دروغ وارد بازی بکنم، شاید حافظم یاری نکنه تو کتاب چی بود. گفتم آقا یه دونه شنا سوئدی بزن. بعد همون لحظه، چون یه دونه شنا سوئدی نمیتونی بگی من مریضم فلانم یا تو توالتم، میزنی هر جا باشه. البته اگه توالتی بیرون میتونی انجامش بدی، کثیف محیط بهتر. همون لحظه یه دونه رفتی، جالب شد. یه دونه شنا سوئدی تونست بزنه. اینو کرد 2 تا 3 تا 10 تا، دید چقدر داره خوب میزنه. رفت شیکم زد، بارفیکس زد. بعد یه تیک زد که آقا من امروز اون هدفی که داشتم بهش رسیدم، یا علی تا فردا. اینجوری فردا شد دیدش که اون خورده عادت، اون خورده هدفشو گذاشته بود همون دونه شنا سوئدی مثلا. فردا هم رفت یه دونه زد، چون یه دونه میزنی خب بدنت میگه ادامه بده، میسکا کردی ادامه میدی و بعد حواسم به سخنانم باشه. اینو رفت و آره هی انجام داد. بعد میتونه توی نوشتن استفاده بکنه. گفت مثلا من هر روز حداقل 50 کلمه بنویسم. همینو نوشت که همون کتاب برام نوشت، یعنی با همین خورده عادت‌ها اونو با خورده هدف‌ها بعدش تبدیل به خورده عادت‌ها کرد و خیلی هم زیبا. من گفتم چقدر جالب. و اون موقع یه دونه بارفیکس دم در اتاقم بودش، هیچ وقت ازش استفاده نمی‌کردم. بنده چیز بود بلش کن، استفاده نمی‌کردم از اون بارفیکس. گفتم ببینم چه جوریه. بعد منو بکشی یه دونه میزنم اونم پر خطا، یعنی نمیتونی اصلا بپذیری، ولی همونو زدم. گفتم دمت گرم، برو فردا بیا. فردا رفتم همونو یه بار تکرار کردم، این نداره، برو خدای من گواهه. البته آتئیست عزیز اگه اینو میبینین احترام ویژه برای شما قائلم، برای همه ادیان، همه طرز فکرها. یه دونه بار بعدش هفته بعد شد 2 تا بار فیکس، یعنی 2 تا حرکت زدم. گفتم وا ایول. هفته بعد 3 تا 4 تا. بعد دیگه اینجوری شد که رفتم گفتم باشگاه اسم بنویسم. حالا باشگاه اسم نوشتن من و رفتن من اصلا داستان زیبایی داره. من یه هم اتاقی داشتم، سعید رفیقم ارادت، نمیگم کدوم شهر و ایالتی، اسمش خوب نیست. چرا اینو گفتم؟ برش کن. خوابگاه خیلی میرفت ورزش میکرد، بعد هی ورزش و اینا، یعنی آدمی که واقعا بهت انگیزه میده، یعنی یه نمونه آدمی که قشنگ ورزش میکنه، خدا رو شکر بزنه به تخته تمام چوبا اینجا، ورزشو میکنه، کارش انجام میده، همه چی دیسیپلین، روتین فلان. ولی بگون چی بود اصلا من چی بودم که از اون هیچ انگیزه اونقدر یعنی که باید نمیگرفتم.
باید. اینجوری شد که میگفت بیا، وقت میذاش برام، تایم خوشو نمیره، با من میومد. نشد. یه بار تلاش کردیم نشد، پندمی شد، کرونا ویروس اومد. بعدش من تهران رفتم محلشون ثبت نام کردم، 2 جلسه بچه‌هارم آوردم، 3 جلسه نرفتم، یه بار دیگه باز بچه‌ها رو آوردم نرفتم، تا اینکه کتابا رو خوندم و رفتم. نکتهش همینجاست. ولی اینجوری شدش که گفتم آقا این همین کتاب، گفت مثلا اگه می‌نویسی باشگاه رفتن تو همین که اصلا ساکتو ورداری بری اونجا همین کافیه، تو تیکو بزن، همین که رفت اونجا کافیه. خب میری اونجا میگی من چیز نیستم که بدنتم کنم، دیوانه نیستم که بیام اینجا هیچ کاری نکنم که. میری یه حداقل یه تردمیلی میزنی. گفتم آقا 5 دقیقه تردمیل بزن بیا بیرون، تازه با ماسک کرونا و اینا. دیگه رفتم تردمیل و 5 دقیقه، اون یه دقیقه آخرش اصلا دویدم و اصلا ورزش اصلا نبودم. بعد قبلش هم سیگار اصلا میکشیدم، ریهام زیاد خوب نبود، چاقم بودم و اینا. هیچی، این گذشت و همینو منوال ادامه دادم. ولی این باعث شده که من هر روز برم، چون میخوام مثلا یه 10 دقیقه یه رو میخوام برم باشگاه دیگه. بعد با یه شلواری که مال 10 سال پیشه، شلوار ورزشی، ما هم شورت ورزشی مال بابام بود، پیرن ورزشی مال بابام بود، همه گله گشاد اصلا دهه 50 بود. الان همینه کثیفه. اینجوری شد رفتم و دیگه اونم باعث شد من هر روز برم، ولی کوتاه. یه روبم شد 20 ساعت، 20 دقیقه دوباره تایم ورزشم ساعت، 20 دقیقه شد 25 دقیقه، نیم ساعت، 45 دقیقه، 1 ساعت. خیلی عالی بود، خیلی عالی بود. کم کم به تغذیه‌ام و اینا بها دادم و واقعا دیدم که وقتی دیسیپلین تو زندگیت میاد باعث میشه که چی میگن یعنی باعث میشه عادت‌های دیگه هم در تو به وجود بیاد. تو حواست به غذات میره، ذهنت میتونه آرومتر باشه و این بهم اثبات کرد که میتونم کمالگرایی کنار بذارم، کم رنگش بکنم یا حداقل کنترلش بکنم و بشناسمش خوب. و حتی میتونم بگم که اون مقاومت ذهنی هم میشه یه جورایی به این برد با همین خورده عادت‌ها. ولی بعدها دیدم که یه جاهایی به کار نمیاد یا این برنامه و این روش کافی نیست و حالا تو این برنامه نمی گنجه. تو برنامه آتی، روز آتی خدمتتون هستم، اونجا حالا میگم که چه منوالی در پیش رو. البته بگم من آدم موفقی خودمو نمیدونم یا اون فیچرهایی که موفقیت تعریف میکنه من تو قرار نمیگیرم، ولی اینو میدونم که همین کارهای کوچیک خیلی ارزشمنده. همین که من امروز کلی کار داشتم، از سر کارم اومدم خسته کوفته، میتونستم راحت بگم نه باز، ولی دیشب وقتی خواستم قبلش بخوابم گفتم که فردا من یه دونه ویدیو همینجوری آپلود کنم بره، فقط یه دقیقه چند دقیقه اینجوری بنویسم که مثلا چی میخوام به چی برسم و فلان بشه، یه چیزایی هم بگم و خدا چه تدوینگر اینا هیچی ندارم، یه ویرایشی چیزی انجام بده و همین آپلود میکنم. و لباس و اینکه اصلا پشت سرم چی باشه اینا برام زیاد مهم نیست. و حتی من 3-4 روز پیش قبل از سال نو گلوم گرفت، خارجم سال نو گلوم گرفت و الان کم روش رو من مونده این صدای، ولی گفتم میگیرم و اینو آپلودش میکنم، هیچ دشواری نداریم و همین درسی برای من بشه که بدونی که بخوایم اینقدر فکر بکنیم به موضوعی تا بخوایم اون کار رو انجام بدیم و دوئر بشیم یا به سمت عملگرایی بریم، اینقدر توی اون حالت تئوری نمونیم و انجامش ندیم. این بدترین کاره، واقعا خیلی مزخرفه. قربون نگاهتون، دمتون گرم. پس با کانال پرهام فیجن، اسممه پرهام فیجن، در خدمت شما هست. ارادت.